یگان سرود نسنجیده. بهترین سخنها البته که این پدر ستین خانه است. برای ما فرزنده جان میکنند، ما رو میخورند، میپوشانند و من نیز به یک خلاصه آمدم که برای پدران یک سرودی بهترین آماده کنم. انشالله روزهای نزدیک در همین تالار میسرایم و 4 میسرش را برای پدران میخوانیم. لحظه هایی از محبت پر شدن دارد پدر، یک دلی صافی چو آتش و لبر دارد پدر. لحظه هایی از محبت پر شدن دارد پدر، یک دلی صافی چو آتش و لبن دارد پدر. سلامت باشه، زنده باشه.